SPG از مقامات تاجیکستان خواست پیر محمدزاده را آزاد کند. در جیهون یک نابالغ از تیر اتومات کلاشنیکوف جان باخته است. آموزگاران مکاتب تاجیکستان در تعطیل زمستانه استراحت نکرده کار خود را ادامه می‌دهند. در فروش و استعمال مشروبات و سیگار در ازبکستان محدودیت جاری می شود. کمیته دفاع از ژورنالیستان مستقر در نیویورک آمریکا از حکم روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده انتقاد کرد و خواهان آزادی فوری او شد. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی، روز 28 دکبر در اظهارات گفت مرافعه دادگاهی پیر محمدزاده به مثل مرافعه 5 ژورنالیست دیگر پوشیده و بدون ارائه دلیل‌ها جریان گرفت. SPG از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که پیر محمدزاده و ژورنالیستان دیگر زندانی را بلافاصله آزاد کنند و به معرکه بدنام‌کنی مطبوعات مستقل خاتمه دهند. پیر محمدزاده روز 26 دکبر در مرافعه پس درهای بسته به 7 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش گفتند دادرس مرافعه او را به همکاری با سازمان ممنوع عیبدار کرد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس نامیدند. مقامات در ناحیه جیهون مرگ یک خواننده صنف نهم را تحقیق دارند. این نابالغ شام 26 دکبر از تیر اتومات کلاشنیکوف جان باخته است. نمایندگان نهادهای انتظامی گفتند تیر اتومات به چشم چپ نابالغ 15 ساله خواننده مکتب رقم 4 جماعت 5 ناحیه جیهون رسیده است. به اطلاع رادیوی آزادی با گمان دست داشتن در این حادثه یک جوان 18 ساله و 2 نابالغ دیگر دستگیر شدند. هنوز معلوم نیست اتومات کلاشنیکوف از کجا پیدا شده و قتل نابالغ قصداً صورت گرفته است یا حادثه تصادفی بوده است. فروخ شریپوف امک نابالغ گفته است وقتی صدای تیر بلند شد به جای حادثه رفتند و جسد دادرزاده‌اش را دیدند. در نزدش اتومات کلاشنیکوف ایستاده بود. پیوندانش گفتند که پیدا شدن اتومات کلاشنیکوف برای آنها معماست چون هیچ کدام از نزدیکانشان شخصی نظامی نبود و کسی هم در محل آنها سلاح جنگی نداشت. در دادستانی جیهون گفتند که حادثه را تفتیش دارند و هنوز از کجا دسترس شدن اتومات کلاشنیکوف دقیق نشده است. آموزگاران مکاتب تاجیکستان در تعطیل زمستانه 10 روزه مکتب بچگان استراحت نکرده کار خود را ادامه می‌دهند. خبرگزاری ازیا پلوس با استناد از وزارت معارف تاجیکستان نوشت که آموزگاران در زمان تعطیل مکتب بچگان به کارهای متدی و آمادگی به آزمون آموزگاری سال، برگزاری واخوری‌های والدان، صحبت با والدان خوانندگان و فعالیت تربیوی مشغول خواهند شد. با آموزگاران اینچنین رویخط ادبیات بدیعی برای خواندن داده می شود. در همین حال وزارت از همه والدان دعوت می کند که در تعطیل زمستانه فرزندان خود را جدی نظارت کنند و نگذارند که آنها بیشتر وقت خود را با استفاده از تلفن همراه و مشغول کارهای بیهوده صرف کنند. والدان نیز دعوت کرده می شوند که از وقت گذرانی کودکان در کوچه و مرکزهای اینترنتی پیشگیری کنند. در ازبکستان طرح نوی قانون درباره محدودیت فروش و استعمال مشروبات و سیگار قبول گردید. این قانون 27 دکبر از جانب سنت ازبکستان قبول شده است. اکنون این قانون باید از جانب پرزیدنت ازبکستان امضا شود. در صورت امضا شدن بعد از 3 ماه به اجرا خواهد درآمد. اما ترتیب نوی بسته‌بندی ها و نوشتجات محصولات تماکو بعد از 1 سال عملی می شود. قانون فروش مشروبات و محصولات تماکو را به افرادی تا 21 ساله منع می کند. عین زمان در ازبکستان فروش این محصولات به افرادی از 20 ساله پایان منع است.